وزیر کارهای خارجه سوریه اسد الشیبانی در شبکه‌های اجتماعی نوار کوتاه را تحت عنوانی در پشت صحنه مبارزه برای بنیاد وطنمان نشر کرد. در نوار دیده می شود که او همراه با پرزیدنت احمد الشرعه بسکتبال بازی می کند. وزیر کارهای خارجه الشیبانی در لباس رسمی و کراسوفکه ها قرار داشت، در حالی که الشرعه در لباس پره رسمی ماند و با شوق و هیجان به هر پرتاب موفقانه واکنش نشان میداد. نشریه اسرائیل هیام قید کرده است که الشرعه قابلیت غیر چشم داشتی ورزشی خود را نمایش میدهد و پرتاب صاف و سه‌خاله را اجرا میکند. این ویدیو زود در شبکه‌های اجتماعی پهن شد و واکنش‌های گوناگون را به بار آورد. بسیاری از کاربران از دقیقه پرتاب‌های پرزیدنت سوریه به حیرت افتادند. بعضی از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که یکجا پیدا شدن الشرعه و الشیبانی تنها یک تصادف نیست، بلکه پیام رمزی است و گفته آنها این حضور مشترک نشان می‌دهد که راهبران کشور به خود باور دارند و می‌خواهند نشان دهند که وضعیت در دست نظارت است. این عمل در حال صورت گرفت که سوریه در دوره اخیر با مشکلات جدی سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبرو شده است. از همین سبب بعضی‌ها بر این نظرند که چنین ظاهر شدن می‌تواند اشاره باشد به آن که راهبران کشور یک دل و متحد هستند و توانایی راهبریت را دارند.